شاید خیلی از شما فیلمی دیده باشید که در آنجا فردی میمیرد و دوباره زنده می شود، ولی این چنین چیزی واقعا امکان پذیر است یا نه؟ سلام، به کانال اسرار سیاه خوش اومدید. امروز اومدیم تا به شما درباره زندگی پس از مرگ یا همان تناسخ بگیم. اگه اولین بارتونه که ویدیویی از داخل این کانال دارید تماشا میکنید و به ویدیویی در سبک ترس و وحشت علاقه‌مند هستید، خوشحال میشم که کانال ما را ساب کنید و اون زنگوله بغلم بزنید تا هر موقع ویدیویی جدید گذاشتیم مطلع بشید. بریم سراغ ویدیو. تناسخ یا بازتولد مفهومی است که در بسیاری از فرهنگ‌ها و ادیان وجود دارد. این مفهوم بیان می‌کند که روح یا ذهن یک فرد پس از مرگ در یک بدن دیگر به دنیا باز می‌گردد و دوباره زنده می‌شود. البته در بدنی دیگر که ممکن است این بدن یک حیوان یا یک انسان باشد. اعتقاد به تناسخ معمولاً در دین‌هایی مانند هندوئیسم و بودایی هندیا دیده می‌شود و دین‌هایی مانند دین اسلام، مسیح و یهود اینها را نمی‌پذیرند. این دین‌ها به جای آن به زندگی پس از مرگ یعنی جهان روحانی و قیامت اعتقاد دارند. تناسخ اولین بار توسط هندیا گفته شد و به آن اعتقاد زیادی پیدا کرده بودند. دین‌هایی که تناسخ را قبول دارند معمولاً اعتقاد دارند که زندگی بعدشان به زندگی الانشان بستگی دارد، به طوری که اگر در این زندگی کارهای خوبی انجام بدهند، زندگی بعدشان زندگی راحت، و اگر کارهای بدی در این زندگیشان انجام بدهند، زندگی بعدشان زندگی سخت و بدی است. خیلی‌ها بر این باورند که دژاوو به دلیل تناسخ رخ می‌دهد. اگر نمیدونید دژاوو چیه، بهتون پیشنهاد میدم که ویدیوی دیگر ما که درباره دژاوو هست را حتما ببینید. در برخی از این ادیان تناسخ به عنوان یک فرایند طبیعی و خودکار در نظر گرفته می شود و خدا را قبول ندارند، در حالی که در برخی این فرایند به عنوان نتیجه ای از عملکرد خداوند یا قضاوت خدا توصیف می شود. به طور کلی تناسخ یک مفهوم پیچیده است که در بسیاری از فرهنگ ها و ادیان وجود دارد و به تکرار زندگی پس از مرگ اشاره می کند. هر فرهنگ و دین ممکن است نظریات و تفسیرهای مختلفی درباره تناسخ داشته باشد. امام رضا علیه السلام درباره تناسخ می‌فرمایند کسی که تناسخ را بپذیرد و به آن عقیده داشته باشد، به خدای تعالی کفر آورده و بهشت و دوزخ را غیر واقعی تلقی کرده است. پس مسلماً از آنجایی که پیداست کسی که این 5 دین را یعنی زرتشت، ابراهیم، یهود، مسیح و اسلام را قبول داشته باشد، نمیتواند همراه آنها تناسخ را هم قبول داشته باشد. البته در دنیا افرادهایی پیدا شدند که میگویند زندگی قبلیشان را به یاد دارند و اینکه این افراد حقیقت را میگویند یا نه به خود شما بستگی دارد. نظر شما چیه؟ به نظر شما تناسخ وجود دارد یا نه؟ اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما ویدیو رو لایک کنید و اگه به ویدیویی در این سبک علاقه‌مند هستید حتما کانال ما را ساب کنید و اون زنگوله بغلم بزنید تا هر موقع ویدیویی جدید گذاشتیم مطلع بشید. تا ویدیویی دیگه، خدا نگهدار.